سلام بچه ها، با یه ویدیو دیگه با شما. مرسی از حمایتتون. حتما ساب کنید تا ویدیو بیشتری بذاریم. این پارتیه که شما هرچی تو کامنت گفتی انجام بدیم. من هر ویدیو اینم میگم به 1000 تا برسیم کچل میکنم و هر چی شما تو کامنت ها بگید دیگه. حالا به 1000 تا برسیم خیلی طول کشیده، شاید طول نکشه، معلوم نیست. این بک‌گراند ما بیشتر افقی بگیری، ولی دیگه حالا مهم نیست. بهتر از چیزی که یه چیز سفید باشه پشتش. و ویدیو امروز ما از این قرار که شما هر چی توی کامنت ها گفتید انجام بدیم و بریم برای اولین آیتمی که شما گفتید و بریمش انجامش بدیم. بریم برای ادامه کار. آیتمی که اولی که باید انجام بدیم نسبتا سخت نیست. چند تا سخت تو این آیتم ها داریم و یکی از اونا این نیست. این برای من سخت نیست، شاید یکی دیگه انجام بده سخت باشه. مثلا ویدیو خیلی جدیدی در راه. ویدیو اگه دوست دارین دوئل کالا فامت براتون بذارم، دوئل شیرینی ای، دوئل ای دیدنیه که میخوام برم، میگم دوئل ولاگ ای دیدنیه که میخوام برم و ولاگ همیش میگم هیک همون طلبا قبلی میکنم و روم تور اتاقمو این چیز میزا قرار بذارم تا چند روز دیگه، یعنی تا چند روز دیگه از این ماه میذارم ویدیو عید نوروز، ویدیو هر چیزی. حتما حمایت کنید تا این ویدیو که من میذارم ببینید و خوشتون بیاد و از من حمایت کنید. مرسی از حمایتتون. اینم بازم میگم به 1000 تا برسیم کچل میکنم و هر چی شما بگید مثل ویدیو. یک دو سه گفتم بشکن میزنم. بریم برای لباس پوشیدن. آمدیم با شما ویدیو. نه الان دیده میشه لباس ما یا نه. گفتی لباس دخترانه بپوشید و یکی دیگه گفته بود آرایش کنید. باز هم برای آیت بعدی اون بالا میتونم متنشه آرایشش با همین شال اینا انجام میدید که کامل بشه تیپمون و چیز دیگه. حتما یه از افقی ببینید شما. بخشید تو ویدیو شاید بد بشه تو یوتیوب. اینم افقیه خیلی خوشگله. بچه ها بریم با شما آیتم بعدی رو انجام بدیم. بزن که بریم. اینم از آیتم هم آرایش کردن که اینجا میدونم که نوشته بود. راستی کسی ننوشته بود، کسی ننوشته بود، یعنی اینه یکی از دوستان گفت ولی جون نیز نداشت تو که میزا دیگه ننوشته کامنت دیگه، ولی گفت خودش دیگه. مگه من برای اصلا خودم آرایش بنویسم و خودم انجام بدم. اینم از این. دوربین رو زوم کن رو صورتم ببینن همه چیه. اینم از اینا روژگونه زدم با روژ لب خیلی خوشگلی شدم. اینم حتما حمایت کنید. هر بخش میگم حمایت کنید. بریم برای آیتم بعدی که آیتم های بعدی یکم سخت‌تر و چیزتر دیگه تو خانه انجام دادنی نیست. ولی لباسمو عوض کنم چون که بهتون میگم باز این بالا میذارم شاید هم دیده باشین تو کامنت ها. بریم تا آیتم بعدی رو انجام بدیم و آرایش شما رو همینجوری پاک کنید، لباسمو رو در بیارید انجام بدیم و با شما برمیگردیم. 1 2 3 بریم. باز هم تشکر ما به این آیتم که اینجا میذارم برقص موی کافی رو حتما میذارم دیگه. بریم برقصیم. یار خوشگلم تو هستی، عزیز دلم تو هستی. یار خوشگلم تو هستی، عزیز دلم تو هستی. باور نکن که لحظه از تو غافلم، باور نکن که لحظه از تو غافلم. بچه اینم از آیتم. به خدا امروز برو رفت آرایش که دختر شدیم رقصیدیم. بریم برای آیتم بعدی. بریم. آیتم بعدی رو با آیتم قبلی قاطی کردیم. بگم بیشتر آیتم رو قاطی کردیم شبیه هم بود. میکروفون حواسم نگرفت و میکروفون رو میذاریم دست فیلمبردار تا
ما انجام بدیم. الان همین کفاره نبره چی میشه؟ ای جرده من مومن برم مومن تمیز کنم بیام. آمدیم پاس هم ماما یکم دوره کجا رفت یکم دوره ولی یکم زوم کنه بعضی موقع که میخوام حتما چیکار میکنم دیگه میکروفون میدم یه جا دیگه و بریم آب یخ بریزیم و لباس ما رو در بیاریم. چه این آیتم کی گفت؟ فقط خودتم کی گفت؟ تو کوچه آب رو میره رقصیدیم آرایش کردیم لباس دخترانه پوشیدیم. این هم دیگه بدن ما ولی بهتر نشون میدم بدن شنایم دیگه. میکروفون میدم و فیلم بردار و بریم لباسم در بیاریم. شاید کنسول کنم. موشه بدن شناه این آخر آیتمی داره یه ویدیو دیگه از این ویدیو یه ویدیو دیگه از این ویدیو فعلا اما بیارم قشنگ مردی قشنگ حال میده. یه ویدیو دیگه از این ویدیو فعلا با ما خدا